اسمت سالار بود عزیزم؟ بله. خیلی خوش اومدی اسپورتیواش سالار. اولین خرید از اسپورتیواش. بله. کجا ما رو فالو کردی؟ من تو آپارات. توی آپارات. چند وقت فالو کردی؟ کنم یه 4 ماه. 4 ماه. اسپورتیواش رو دوست داری؟ بله. منم دوست داری؟ بله. یکم از اسپورتیواش تعریف کن. بگو خیلی خوبه، بیاید خرید کنید. عالیه. حرف سالار گوش بدید. سالار که ویدیوهامون رو میبینی همه رو، ویدیو بلندا، شورت ویدیوها. نه بلندا رو هم برو ببین. میبینم. 2-3 تا ولاگ گذاشتیم جدید. لایوامون رو میبینی؟ تو لایوامون شرکت کن. بگو میبینم. آره. بگو میبینم. چند تا روپایی میزنی؟ 5 تا 6 تا. 5 تا 6 تا. چند سالته؟ بهت میخوره 10 سالت باشه. آره 10 سالته. چقدر درست گفتم. طرفدار استقلال بودی آره؟ استقلال اروپایی‌ها بارسا. استقلال بارسا. تیم‌های خوبی امسال انتخاب. رئالی بودی الان ناراحت بودی، حالت گرفته. رئالی بودم قبل. همه بازیشو داره میبازه. سال بعد به نظر جام جهانی کی میبره؟ کاپش هم داریم. فکر کنم پرتغال رونالدو. منم میگم پرتغال میبره. بزن قدش. سالار خیلی خوش اومدی. کار نداری؟ با بچه‌ها خداحافظی کنیم. بای بای.